الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. دوستان عزیز، این بار یک تن از برادران معلول ما که به نام امید جان می باشد در دسترخوان خیری باران رحمت دعوت شده اند. الله متعال مزد و پاداش برای کسانی که ما را کمک کرده اند عطا فرماید. شما جریان افطاری یک تن از اعضای بنیاد خیری باران را همراه این برادر معلول ما تماشا می کنید. کسانی که می خواهد چنین فامیل ها را کمک کنند لطفاً با واتساپ نمبری که ما در این کلیپ تذکر داده ایم و تماس شوند. به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من. بیفشان قطره اشک که من هستم خریدارش، بیاور قطره اخلاص و دریا کردنش با من. به من گو حاجت خود را اجابت می کنم، آنی طلب کن آنچه می خواهی مهیا کردنش با من. بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. السلام علیکم دوستای عزیز. قسمی که شما میدانید ماه مبارک رمضان است و در ماه مبارک رمضان باران رحمت نازل میشه دیگه. به می خاطر به خاطر این موضوع ماه مبارک رمضان ما از طریق بنیاد خیریه باران رحمت آمدیم اینجا خانه یکی از هموطنان ما که اینا مشکلات زیاد دارن دیگه. خواستیم که همین برنامه افطاری خدا دسترخوان افطاری را همراه از اینا اینجا باشیم، هم همراهشان افطاری بکنیم و در ضمن عمود توفیق که در ماه مبارک رمضان برای اینا ترتیب گرفته شده اونا را برای از اینا تسلیم کنیم. تشکر. بدون باشیم دوستای عزیز. قسمی که میفهمین امروز آمدیم خانه یکی از هموطنان ما، خواستیم که همراهشان همین دسترخوان افطاری را برایشان مهیا بسازیم و همراهشان افطاری کنیم. میگه برادران ما نامتان چی هستن؟ محمد امید جان هستن. اینمی حالا دیگه وقت آزانا هستن دیگه. دوستان اینجا تشریف دارن، خواستیم که همراه از اینمی افطاری کنیم. بازم تشکری میکنم از همگیتان که ما رو شما همراهی کردین و کمک میکنین. خب برادر خودت دیگه چیز کار و وظیفه خود دیگه نداری دیگه؟ نه بیکار است. نمیخوانم مجد میرونم دیگه، کار بار نیست. درست. تشکر. زنده باشید.
دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را، بیا یک لحظه با ما باش، پیدا کردنش با من.